شرکت من نارضایتی من از وضع خودم، وضع خانواده‌ام و وضع حالا کشورم. اونو سوال میکنم ازت. امام تو طرح نبود که منظور امام در طرح بود. ها گفتم ملت ایران بستگی داره که شما بخواید چطوری ترسیم بکنید، تجسم بکنید. ملت ایران برای من مادرمه، خواهرمه، رفیقمه، اقوامه. فرق نمی‌کنه.